آقا سلام عرض کردیم. من نمیدونم چه حکمتیه که هر وقت وضعیت عظما خیلی درام میشه این یارو آینه دق یعنی صدیقی بوزقلمونو میارن تو جمعه بازار. اینم کارش شده دراز کردن عظما و پنبه زنی سیاستاش. 22 بهمن سال روز ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از جانب رهبر معظم انقلاب دام ظله به قوه مجریه و قوای کشور بوده. 1 سال گذشت، اون همه تأکید، اون همه جلسات علمی و عینی که حضرت آقا با مسئولین داشتند و راه و چاه را در یک صحبت‌های بسیار سازنده ابلاغ کردن. مردم ما توقعشون این بود که در این 1 سال یک قدم‌های قابل ارائه‌ای در این مسئله برداشته بشود. توقع کاشتن به جاش خیار در اومد. این همه علی گدا روز اقتصادی خوند، پس چی شد؟ این خرموره های حکومتی با اقتصاد مقاومتی چیکار کردن؟ به علاوه اقتصاد مقاومتی نه به شعار، نه به تشکیل کنگره ها و مجالس، نه به تیتر روزنامه هاست. این عمل میخواد، مدیریت جهادی میخواد، مدیریت جبهه‌ای میخواد. نگفتم کار این صدیقی پنبه زنی عظماست؟ با 4 تا جمله ابعاد طلسم شکستگی ولایت رو خوب برملا کرد. آخه این چه ولی امر مسلمین جهانیه که امرش به اندازه تیتر روزنامه هم خریدار نداره؟ حالا بگو ببینم پیشنهادت چیه؟ چطوری میخوای خر عظما رو از گل اقتصادی در بیاری؟ این تأکید حضرت آقا که اقتصاد را به امور دیگر مربوط کنند، بیان رونق بازار، رونق تولید را در رأس برنامه ها قرار بدن. وقتی تولید رونق داره، وقتی بازار رونق داره و مالیات سیستم درستی داره، هم مردم متشرع ما به عنوان یک وظیفه شرعی مالیات میدن، هم گردانندگان وزارت اقتصاد سازوکاری که هیچ کسی نتواند از دادن مالیات در برود. این عمده مسائل کشور رو میتونه حل بکنه. دیگه چی؟ ملت مالیات بدن بعد ببری بریزی تو شکم بشار اسد و همکاسه‌هاش؟ ملت مالیات بدن بعد آقازاده میلیارد بریزن تو خندق بلا؟ موقع چاپیدن که میشه یاد مردم میافتی. تو با این اشتهات لابد انتظار داری تحریمام یه مرحله‌ای تموم بشه ها؟ باید یک جا در یک مرحله کار تمام بشه و ما همه تحریم ها باید لغو بشه. با اونها برخلاف منطق و قوانین بین‌المللی حق دخالت در امور داخلی ما که ما چقدر سوخت نیاز داریم، این تشخیصش به عهده اونا نیست. این نوع باجگیری ها مال دوران گذشته و استعمار اوناست، نه دوران بیداری و پیروزی انقلاب و الگو شدن ما و رشد و ترقی ما در مسائل هسته‌ای و علمی که امروز داریم میریم که قله های پیروزی رو فتح بکنیم. فعلا که علی گدا زیر تیغ ضرب الاجل داره بالبال میزنه، طرف ته دره هسته‌ای داره سینه خیز میره، بعد این از قله های پیروزی هسته‌ای دم میزنه. برو بابا برو جمع کن و اما رو که هوا خیلی پسه. با آقای موشکار